مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن یک حالت دزدی در ناحیه شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان خبر داد. بنا به این منبع به شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه شمس‌الدین شاهین با عریضه مرد 50 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که اولهای ماه فوریه سال 2022 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل جیوان 6000 سامانی و جواهرات طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرری رسانیده شده 7000 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیشیا، مرد 30 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. دلیل شیعی گرفته شد. با او اکنون بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی تاجیکستان از 2 تا 5 سال زندان تهدید می‌کند. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. حیدرزاده محمود جان میرزا مراد استقامت کننده شهر وحدت از صحنه 6 فوریه سال 2022 از خانه برآمده تا حال برنگشته است. نزدیکانش و مقامات اینک چند هفته باز محمود جان را جستجو دارند ولی تا حال بی نتیجه. از این رو از تمام مردم دعوت میکنیم که در جستجوی این جوان کمک خود را دریغ ندارند. اگر تصادفاً محمود جان را در یگان جا دیده باشید و یا درباره کجا بودن وی معلومات پیدا کنید، لطفاً به رقم مادرش زنگ زنید. رقم برای تماس 992 901 33 11 48. از همه شما با احترام تمام خواهش میکنیم که این خبرها به دیگران نیز رسانید. بیایید یک جای این جوان را پیدا کنیم و مادر چشم برای محمود جان را به دیدار فرزند گم شدهش برسانیم. طی روزهای استراحت 26 و 27 فوریه در نتیجه 2 صدمه در دوشنبه و قرطاق یک جوان 24 ساله پیاده‌گرد و یک دوچرخه‌ران سالخورده که 72 سال داشت به هلاکت رسیدند. در صدمه‌ای که در پایتخت رخ داد باز یک زن پیاده‌گرد 47 ساله مجروح شده است. در این باره در نوار خبرهای روز 28 فوریه مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع این نهاد شام 26 فوریه سال 2022 تخمیناً ساعت 18:30 راننده اتومبیل تمغه مرسدس بنز کریموف هدایت الله سال تولدش 1992 ساکن نویه واسه هنگام حرکت در حدود پایتخت از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیاده‌گردان قادرов عبدالظاهر سال تولدش 1998 و حفیظ و مهرنسا سال تولدش 1975 هر دو ساکنان شهر دوشنبه را پخش نموده است. در نتیجه پیاده‌گر قادرov جراحت وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارستان دسترس نمودن در راه به هلاکت رسیده است. همچنین روز 27 فوریه سال 2022 تخمیناً ساعت 15:20 راننده اتومبیل تمغه مرسدس بنز رحیموف ایرج سال تولدش 1999 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت از سمت شهر ترسونزاده به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت دیهات قرطاق از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران هایتقلوف شیقل سال تولدش 1950 ساکن نویه شهر نو را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخه‌ران هایتقلوف جراحت وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. اوید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده 1218 نفر جراحت جسمانی برداشتند. سال 2021 از جمله در دوشنبه در 242 صدمه نقلیاتی 33 نفر هلاک گردیده 254 نفر دیگر جراحت گوناگون برداشتند. صدمه اخیر در دوشنبه در حالی است که سال 2022 در پایتخت سال تنظیم و رعایت قاعده‌های حرکت در راه اعلان شده است.